ای نبی جان ما، نور ایمان ما، شمع بزم رسول، ماه تابان ما. ای نبی جان ما، نور ایمان ما، شمع بزم رسول، ماه تابان ما. مونسی امتی، چشمه عزتی، در تمام جهان باعثی رحمتی. مونسی امتی، چشمه عزتی، در تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، انشاءالله در اینجا یک قصه که پیشکش میکنیم شاید خیلی انشاءالله مفید باشد و سخن‌های درجه میشه که شاید تعجب کنن بعضی برادرها. تا آخر انشاءالله متوجه شد انشاءالله که استفاده زیاد میشود از این حدیث صحیح و قصه که در زمان نبی صلی الله علیه و سلم شده بود. حضرت عمر رضی الله عنه روایت میکند که میگوید که یک زمان یک حالتی بود ما نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم ششته بودیم که اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب. میگه یعنی ناگهان ظاهر شد بر ما یک مرد که شدید گفته بسیار سخت بود، بیاض الثياب یعنی که سفیدی هم پوشاکش بسیار سفید بود. ناگهان یک مرد امخ پیدا شد و شدید سواد شعر و بسیار سخت بود، سیاهی موی سرش، موش سبز سیاه، پوشاکش سبز سفید. لا یرا علی اثر السفر. دیده نمیشد بود در این مرد یکم علامت های مسافرتی دیده نمیشد که یک مرد از راه دور بیاید یکم تنش بگیم یکم خاک است و چنگ است و گرد است یا که بیفره است، خسته است، یکم علامت های سفر دیده نمیشود. با بالا ایده لا یعرفه منا احد. یکم نفر از ما او را نمیشناسد. در یک کس بگوید که حضرت عمر اکیجو فهمید که یکم تا آنها نمیشناختند. مثلا در دیگر روایت می‌فرماید که در کتاب فتح الباری ذکر میکند، میگوید که وقتی که هم مرد ناگهانه پیدا شده میخواد نزد صحاباش نشسته بودن و نبی صلی الله علیه و آله اونجا بود، ناگهانه پیدا شد وقتی که در آمد همه مردم اینش طرف اینش نظر میکرد که این مرد ناشناس کی باشه، در تعجب میزدن و همون خاطر حضرت عمر گفت که چی لا یعرفه منا احد. یکم نفر از ما او را نمیشناخت. حتی جلس الى النبی صلی الله علیه و سلم، حتی که نشست در پیش نبی صلی الله علیه و سلم. فاسند رکبتیه لرکبتیه، پس چسبانید رساند دو زانوی خودش رو بر دو زانوی نبی صلی الله علیه و سلم، یعنی که چخیری که به آدابانه میشینی همین که به آداب نشسته، همین نزدیک نبی صلی الله علیه و سلم نشست که همین زانوهاش بر زانوهاش رسید. و وضع کفیه علی فخذیه، و گذاشت دو دستش را، همون مردی که نزد نبی صلی الله علیه و سلم آمد. بسیار موی سرش سفید بود، پوشاکش سبز سفید بود، موی سرش سبز سیاه بود، پوشاکش سبز سفید بود. همین خیلی نشسته و وضع کفیه علی فخذیه، گفته همین دو دستش رو در بالای دو رانی پاچه خودش گذاشت. اما در بعضی روایات میگه دو دستش رو در بالای پاچه های نبی صلی الله علیه و سلم گذاشته میخواد. و این مرد ناشناس سوال دادن شروع کرد و گفت یا محمد، ای محمد، گفت یعنی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله است، اخبرنی عن الاسلام، یکم پرسید که خبرم بده از اسلام، یعنی که اسلام چی است. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت که الاسلام، اسلام این است که ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و تقیم الصلاه و تؤتی الزکات، یعنی که شهادتی بدهید که اسلام همه انسانی که مسلمان میگد که این شهادتی بدهد نیست معبود مگر الله و بیشک محمد صلی الله علیه و سلم رسول خدا است و نماز رو ادا بکند، برپا کند و زکات رو چکند، ادا کند و تصوم رمضان و رمضان رو چکند، بگیرد. این اسلام است. و تحج البیت، و خانه چی کعبه را بگیم که حج کند. بعد در دامش باش هر چه گفت نبی صلی الله علیه و سلم که این استطاعت الیه سبیلا، اگر استطاعت داشته باشی به سوی اون خانه کعبه بگیم، به سوی اون حج، مثلا که همه چی استطاعت داشته باشی و راه و روشت همش پره بجا باشد. مثلا
این مرد ناشناس نبی صلی الله علیه و آله میپرسد، با میگه در دامش که صدقت، راست گفتی. این صحابه کرام میگه فعجبنا له، پس تعجب کردیم برای همون کی یسأله و یصدقه، هم میپرسد نبی صلی الله علیه و آله که مثلا این چی معنی دارد، این چی است، با میگه که راست گفتی. و یصدقه گفته چی؟ با میگه که راست گفتی. یعنی که مانند یک استاد وقتی که یک کس میپرسد، وقتی که جوابش میدونه میگه راست گفتی کو، این مرد مانند همون مرشد است. میگه صحابه کرام در تعجب زدن. با سوال دیگر کرد نبی صلی الله علیه و آله، تصور کنید که اسلام ما فهمیدیم که 5 چیز بوده سخی: کلمه شهادت، نماز، روزه، حج، زکات. با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرسیدن که فاخبرنی عن الایمان، گفت که ایمان خبرم بده. گفت تصور کنید که ایمان چی است، ما را بگن اگر ما چی جواب بگیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتند که ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و تؤمن بالقدر خیره و شره. یکی بالقدر خیره و شره میشد. قال صدقته. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پرسیدن که اون مرد ناشناس که ایمان چی است؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتند که این که ایمان بیاری به الله ایمان داشته باشی و ملائکه ها و کتاب ها و رسولان و روز قیامت و ایمان داشته به تقدیر خیر و شر. یعنی که بالا انسان یک خوبی میاد باید همیشه از تقدیر راضی باشد، اگر یکم وزبینی و یکم تلخی و یکم بدی بیاد او هم راضی باشد. با این مرد سوال دهنده در آخر با گفت که صدقت گفت. با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که راست گفتی. با پرسیدن سوال سهمشون هم مرد ناشناس پرسیدن فاخبرنی عن الاحسان. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که خبرم بده از احسان. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتند که ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فاخبرني عن الساعة. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که خبرم بده از احسان، خوبی، بهترین، مثلا که بلندترین خوبی را و بلندترین مرتبه بگیم انسان یک مرتبه خوبی و خیر رسیدگی چیزه خبرم بده گفت. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتن که ان تعبد الله، اینکه عبادت کنی الله را که چخیل باید عبادت کنی کأنک تراه، گویا که تو الله را میبینی. فإن لم تكن تراه، پس اگر تو نبینی هم فإنه یراک، پس بیشک اون تو را میبیند. این مرد سیم سوالم که وقتی کردم با سوال کردستن که فاخبرنی عن الساعه، خبرم بده از قیامت، کدام وقت قیامت می شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفت که والمسئول ما المسئول عنها باعلم من السائل، نیست سوال کرده شده عنها، گفته از همون قیامت که پرسیدستی عالمتر از پرسنده ده. یعنی که تو مرا پرسیدستی ای جبریل، مثلا که من یک انسانی پرسیده شده، یعنی که من اصلا دیگر چیزی زیاد نمیدونم، همون چیزی که من میدونم تو میدونی، چیزی که مثلا که تو میدونی من نمیدونم، مثلا همون خبرهایی که تو ما میدونی همون رو میدونم. یعنی از قیامت خبری ندارم. از اینجا علما میگن که هر عالمی که وقتی که چیزی را که خبر ندارد نمیدوند بگوید که نمیدونم، خبر ندارم، این یکی دلالت میکنه بر ایمان قوی بودن اون انسان. خی اون مرده گفت که فاخبرنی عن اماراتها، وقتی که قیامت نمیدونی کی میشد خی علامتاشو بگو که ما خبر کن. که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتند که ان تلد الامه ربتها، اینکه تولد میکند امه، چوریزن، غلامزن، ربتها گفته سردار خودش رو، خوجین خودش رو تولد میکند. در این باره چندین تا فایده ها گفتگی هستن علما. میگد که از اینجا فهمیده میشد که آخری زمان میشوند فرزندها آق میشوند بسیارش. و دیم که هست معامله فرزندها با مادرهاشون زیاد میشود، بسیار بیزیب میشود که مثل معامله خوجین قطعی غلامزنش چخیل معامله میکند. مثلا یا خوجین باشه سینی غلامزنش دشنام میکند و میزندش و کرج میفرماند و همین خیلی چیزها در آخر زمان زیاد میشد. میگه از اینجا علما چی گفتن؟ به خاطر همین گفت که انتلی در امت ربتها. و دیگر که هست انتلی در الامت و امت ربتها، ربتها گفته خوجین زنک به صیغه زنانه آمده است، از تانیثش میگن. برای چی میگه که در این روایت به صیغه چی تانیث آورده استند؟ میگن مرادش این است که
زنها جهلشون زیادتر است، جاهل بودنشون زیادتر است نسبت مردها. به همین خاطر اینها نسبت مادرهاشون معامله بزی بد میکنن. فهمو؟ چون که از زن دختر با همراه مادرش بسیار یک جوره میستد، معاملهش بزی بد میشود. و این حکم درباره بچه ها هم هست. چه در روایت بخاری آمدگی است که ربه هم آمدگی هست، از غیر تای تانیس هم آمدگی است. یعنی این هم مرد در نظر داره، هم زن، هم دختره، هم بچه را همش در نظر دارد که آخر زمان میشه خیلی معامله انسان ها نسبت مادرهاشون بسیار تند و بی‌ضد میشود. و دیگر علامات قیامت همین است گفت که ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. این که میبینید یک انسان هایی که حفاظ بودن، به پاپوشی بودن، یعنی که کمبغل بودن. عراة گفته پوشاک خوبی نداشتن، لوچ بودن. عالت گفته فقیر بودن. رعاء گفته یعنی که گوسپند چران بودن، چوپانی میکردن مثلا. شا گفته یعنی که رعاء شا یعنی که گوسپند میگن، جمع گوسپند. همین خیلی آدمای کمبغلی، تنلیچی، پایلیچی، به چیز چاره آخر زمان چی میشن اینها؟ یا تطاولون فی البنیان. اینها خانه سازی میکنن و فخر میکنن و زینت میکنن خانه‌شون را و بلند میکنن از دیگرشون در خانه سازی. اینی که تطاول بلندی میکنن در خانه سازیشون و از دیگرشون میخوان که بگذارن در خانه سازی و در زینت و در بلند بودنش. خیلی مرد ناشناس سوال داد بعد در آخر خیس رفت. ثم انطلق. بعد از اون برآمده رفت از پیش نبی صلی الله علیه و آله، از پیش صحابه، از همش رفت. فلبثنا مليا. حضرت عمر رضی الله عنه گفته است که یک مدت دراز نشستیم. بعد از نبی صلی الله علیه و آله گفت برای من میگه حضرت عمر گفته است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتن که یا عمر اتدری من السائل؟ میدونی که کی از این سوال کننده؟ قلت الله و رسول اعلم. گفتم الله و رسول او داناست، یعنی که من نمیفهمم کی از اون نفر اومدگی. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گفتن فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم. این حضرت جبریل بدامد. برای چی اومد؟ یعلمکم دینکم، یعنی که تو اینکه تعلیم بدهد دین شما رو برای شما. یعنی که حضرت جبریل آمده است که دین شما رو تعلیم بدهد که اسلام چی است، احسان چی است، قیامت کی است، آیا معلوم است نزد اون کس، علامت های قیامت چی است، دین تو تعلیم چی آمده است. و دیگر که هست مرادش با این است که دین تو شما نشان بدهد که به طریق سوال دادن شما میتونید که دین تو حاصل کنید و معلومات از دین تو بگیرید شما. و اگر نه این سوال ها رو من خودم میدونم گفته که از جبریلی که وقتی که نبی صلی الله علیه و آله سوال میداد با خودش میگفت که راست گفتی. به همون خاطر علما میفرمایند که سوال ندادن از دو علامت است. یکم که سوال نمیته انسانی که جاهل ترین انسان است که یکم چیزا نمیفهمه چه سوال دادن شه، اصلا نمیفهمه از شریعت که چی سوال بده اصلا. دیگه که هست که انسان خیلی خیلی عالم است که همه چیز رو میدونه و یکم کسی نمیپرسد. همین دو علامت است، یا که جهل است و یا که علمی زیاده. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شمع بزمی رسول ماهی تابانی ما مونسی امتی